در روستایی دورافتاده، پسری به نام علی زندگی می‌کرد که همیشه دروغ می‌گفت. او از دروغ‌هایش برای تفریح و جلب توجه دیگران استفاده می‌کرد. یک روز، علی تصمیم گرفت تا مردم روستا را به خاطر هیجانش بترساند. او به بالای تپه‌هایی که مشرف به روستا بود رفت و با تمام توان فریاد زد: گرگ! گرگ به روستا حمله کرده! مردم روستا که سخت مشغول کار بودند، ابزارهای خود را رها کردند و به سرعت به سمت تپه دویدند تا علی را نجات دهند. اما وقتی به او رسیدند، متوجه شدند که هیچ گرگی وجود ندارد و علی فقط برای تفریح دروغ گفته است. آنها ناراحت و خشمگین شدند و به او گفتند: علی، اگر دوباره این کار را تکرار کنی، ما دیگر به تو اعتماد نخواهیم کرد. چند روز بعد، علی دوباره همان فریب را به کار گرفت و فریاد زد: گرگ! گرگ! مردم دوباره به تپه دویدند، اما باز هم هیچ گرگی نبود. آنها بیشتر از قبل عصبانی شدند و به علی هشدار دادند که این آخرین باری است که او را باور می کنند. روز بعد، واقعاً یک گرگ به روستا نزدیک شد و علی با ترس و وحشت فریاد زد: گرگ! گرگ! اما این بار هیچ کس به کمکش نرفت. مردم روستا فکر کردند که او باز هم دروغ می گوید. گرگ به علی حمله کرد و او را زخمی کرد. علی با درد به روستا برگشت و از مردم خواستار کمک شد، اما دیگر خیلی دیر شده بود. مردم به او گفتند: ما به تو هشدار داده بودیم. دروغ گفتن باعث شده که اعتماد ما به تو از بین برود. از آن روز به بعد علی تصمیم گرفت که همیشه راستگو باشد و فهمید که حقیقت و صداقت ارزشمندترین چیزهایی هستند که یک انسان میتواند داشته باشد.